میگویند آن کس که ظلم میکند گناهکار است. آن کس که ظلم را میپذیرد هم گناهکار است. آن کس که ظلمی را میبیند و سکوت میکند هم گناهکار است. هیچ کس به اندازه خود خدا ظلم ندیده است و هیچ کس هم به اندازه خود خدا سکوت نکرده است. یک زندانی روی تختش نوشته بود اگر خدایی وجود داشته باشد باید بیاید به دست پایم بیفتد تا او را ببخشم. پس اگر نیامد یعنی این که خدا نیست. او کاملا حق داشت. او به خاطر یک آفتاب چندین سال در زندان بود ولی از تلویزیون زندان میشنید و میدید که فلانی 100,000 میلیارد، فلانی 3,000 میلیارد، 10,000 میلیارد، 100,000 میلیارد همچنان از خود خدا هم آزادترند. پس او به این نتیجه رسیده بود که دیگر خدایی وجود ندارد. این اختلاسگران خدا را هم از فقرا گرفتند.